سهراب حمله کرد. کیفا رو میز. ببین یه مسئله پیش ببخشید آقای خلیلی شما درس میدادید. یه مسئله پیش اومده امروز من حلش میکنم. بی پدر مادرها. در این بیت جناب حافظ بس آقا ساکت. من کلاس به شلوغی شما نداشتم. احمق های فرومایه پست گستاخ. بله ظالم. عزیزم مگه چقدر سخته این زبون وامونده رو بچسبیم به سقف بگیم بالا ظالم. بالا ظالم. کره زمین. آقا میشه بریم دستشویی؟ عزیزم مگه شما زنگ تفریح آخه ندارید؟ از ارشیا یاد بگیرید. هم درسش خوبم نظمش. گوش کن. در همین. آره بیا کارتو اصلا اینجا انجام بده. پاتو بذار اینجا آخه بی شور نفهم. به 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 این میگن اولیویه نشونو ماماناتون بدین برای هفته بعد تخت سله بیاریم با علموی. سلام ارادت خیلی مخلصی ارشیا. به به چه پسر قربون شما. حواسم هست میزنم به کارتتون. قربون شما. ببخشید. بله. سلام باش خانم. بدون رب چه رب تمام بخری خب حاج خانم اینجوری زشته آخه پول داریم ما. جواب این معادله ساده رو ارشیا تو بگو. 3.14 آقا. احسن. ببین معلم که من باشم عزیزم شاگرد غیر این نمیشه. ارشیا تو با حل تمرینای کی به اینجا رسیدی؟ تیز مکس آقا. عزیزم مگه تو با حل تمرینای من نرفتی تیزهوشار؟ نه آقا کلاسای آنلاین تیز مکس رو دیدم. من بچه بابام نیستم میگه همه تون رو نندازم.